با سلام، وقت بخیر خدمت همکاران عزیزم. برابر دستور من یک گزارشی رو در مورد این تصادف فوتی خدمتون عرض بکنم. این موتور سوار که در تصویر مشاهده میکنید در مسیر شرق به غرب خیابان امیرکبیر، حد فاصله بین پامنار و ملت، در حال عبور هست و یک عابر هم میبینیم در تصویر که از مسیر شمال به جنوب به صورت ارضی داره از عرض خیابان امیرکبیر عبور میکنه در بستر خط ویژه، با این موتور سوار که به صورت خلاف جهت داره خط ویژه رو طی میکنه. این خط ویژه تک لین هست. با این موتور سوار پهلوی چپش با موتور سوار برخورد میکنه عابر. موتور سوار که کلاه ایمنی هم استفاده نکرده واژگون میشه. در همون ابتدا با همون ضربه اولیه در دم فوت میکنه. مسافت 16 متر رو در حالت واژگون روی زمین کشیده میشه تا در وضعیت نهایی خودش و موتورش در یک محل قرار میگیرن. در معاینه‌ای که ما بازدیدی که از بدن این موتور سوار داشتیم، سر موتور سوار یک زخم عمیق و باز شده داره که این نشان از نه فقط یک ضربه و آسیب تروما و له شدگی، بلکه به معنای کشیده شدن و از بین رفتن بافت‌های اون قسمت هست که این نشان از خراشیدن و کشیدن روی یک لبه تیز رو داره و این نشون میده که در همون لحظه اول فوت کرده و به همین صورت هم که در تصویر میبینید بی حرکت پس از برخورد دیگه هیچ واکنش و حرکتی هم از خودش نشون نمیده و به همون صورت میاد متوقف میشه. پس یک مرگ خیلی سریع داشته و آنی. عابر از قسمت چپ بدنش و سرش دچار آسیب شده. بعد از اینکه ایشون هم سقوط میکنه، متاسفانه چون مهاجر افغان هست، حالا به دلایلی که اینا معمولا از همه چیز میترسن، از محل متواری میشه که بعداً اهالی محل معرفیش کردن که کارگر یک هتل هست و رفتیم با این بنده خدا هم صحبت کردیم، صحبتاشو شنیدیم و گزارشش رو گرفتیم و فیلم تصادف رو از این کسبه محل کمک کردن داشتن تو دوربیناشون خدمتون گرفتیم و ارسال شد. مواردی که به صورت کلی در فیلمم مشاهده شد من گزارش خدمتون عرض کردم و نکته‌ای که داره این فیلم اینه که ما میبینیم عابر در لحظه آخر قبل از برخورد شتاب میکنه و با عجله میخواد از جلوی موتورسوار فرار بکنه و این نشون میده که عابر موتورسوار رو دیده و خطر رو حس کرده و احتمال برخورد رو کاملا متصور بوده و موتورسوار هم در لحظه قبل از برخورد یک واکنشی رو به سمت چپ داره که مشخص قصد داره تا با حالا متقاعد کردن عابر برای توقف خودش توقفی نکنه و از جلوی عابر فرار بکنه و ادامه مسیر بده که متاسفانه هر دوی اینها با هم چنین فکری رو در مورد هم داشتن و اومدن تصادف کردن و با هم دیگه برخورد کردن. این خطوط ویژه باید حتما در موردشون یک آموزش هایی داده بشه که